خیلی از کشورها رده‌بندی سنی انیمه شیطانکش رو بین 15 تا 16 سال معرفی کردن. یعنی یه تعدادی 15 یه تعدادی هم 16 سال معرفی کردن و دیدن این انیمه رو برای بچه‌های زیر این سن ممنوع کردن. در حالی که دور و اطراف خودمون دیدیم دختر بچه‌ها یا پسر بچه‌هایی که توی این سن نیستن و این سریال رو تماشا میکنن. حتی خود سایت IMDb هم رده‌بندی سنی این انیمه رو 17 سال معرفی کرده. اما چرا؟ وقتی وارد این سریال میشیم میبینیم که توی همون قسمت اول تانجیرو با صحنه کشته شدن خانواده روبرو میشه و تک تک اعضای خانوادهش رو میبینه که کشته شده روی زمین افتادن. اونا رو به اسم صدا میزنه اما هیچ کدوم جواب نمیدن. تنها خواهرشه که زنده مونده، اونم به خاطر زخمی شدن توسط یک شیطان تبدیل به شیطان شده و توی همون قسمت میخواست تانجیرو رو بخوره. ママ、花子、滝尾、しごろ、ねさか、ろこだ。 یا توی قسمت دوم وقتی تانجیرو با یه اهریمن انسانخوار دیگه روبرو میشه، نزوکو برای نجات دادن جونش سر اون اهریمن رو شوت میکنه و سرش قطع میشه. خشونت این سریال تو قسمت‌های پایانی فصل دوم که دیگه به نهایت خودش میرسه. اونجا میبینیم که حتی افراد خوب داستان هم قیافه‌هاشون شبیه شیاطین شده. یعنی تانجیرو، نزوکو، زنیتسو، اینوسکه انگار شیطان فیلم ما هستن. و به صورت کلی در خیلی از قسمت‌های این انیمه خشونت‌های زیادی وجود داره و قطع کردن سر و بریدن دست و پا و اینها مثل نقل و نبات ریخته توی این سریال. پس نمره خشونت این سریال خیلی خیلی بالاست و اگر اطرافتون بچه‌هایی هستن که این سریال رو توی این سن نگاه میکنن، یعنی توی سن بچگی و کودکیشون نگاه میکنن، حتما اونا رو از این کار منع کنید، چون توی روحیه و افکارشون اثرات خیلی بدی میتونه بذاره. بنابراین میتونیم بگیم این سریال برای بچه‌های بین 5 تا 15 سال که اصلاً مناسب نیست و میتونه تأثیرات بسیار بدی رو بذاره. علاوه بر این مفاهیم پیچیده‌ای تو این انیمه ها پنهان شده که خیلی ها ممکنه ازشون برداشت بدی کنن. مثلا زمانی که تانجیرو شیطان ها رو میکشه، شیطان ها به خاطرات گذشتهشون میرن، به زمانی که انسان بودن و آدم های خوبی بودن اما به دلیل شرایط سخت زندگی که داشتن مسیر شیطان شدن رو انتخاب کردن. مثلا زمانی که تانجیرو شیطان نوازنده رو کشت، شیطان نوازنده به خاطراتش رفت. اونجا میبینیم که به دلیل نادیده گرفته شدن موسیقی ها شیطان شد و حتی زمانی که داشت با تانجیرو میجنگید بریه های موسیقی هاش اونجا افتاده بود. این نشون میده هنوز به گذشتهش فکر میکرده و تنها منتظر کسی بوده که ازش تعریف کنه. یا وقتی شیطان عنکبوتی رویی کشته میشه، گذشتهش رو میبینیم. فرد بسیار نحیف و ضعیفی بود که امیدی به زنده موندنش نبود و برای نجات دادن خودش تبدیل به یک شیطان شد و بعد پدر و مادر خودش رو کشت. یا شیاطین خواهر و برادر، زمانی که با اونا جنگیدن، اونا از رد و بالاهای شیاطین محسوب میشدن. اما با این حال در آخرین لحظات زندگیشون به گذشته رفتن و لحظات سختی از زندگی گذشتهشون رو به نمایش گذاشت. اینکه اونا فقط به جرم به دنیا اومدن کتک میخوردن، یا چون زشت بودن همش توسط دیگران مسخره میشدن، یا سختی های دیگه‌ای که تو این مسیر کشیدن. خیلی جالبه که همه شیطان های این سریال گذشته خیلی بدی داشتن بدون استثنا. یه جورای فیلم داره به ما میگه که شرایط بد میتونه این مجوز رو به شما بده که حتی شیطان باشید، چه برسه به باقی کارهای بد دیگه. حالا ممکنه این برداشت از فیلم یه برداشت سختگیرانه باشه، اما کسی که توی سن پایینی هست بسیار ممکنه که این برداشت رو از فیلم داشته باشه. به همین دلایل رده‌بندی مطرح شده برای انیمه شیطانکش همون 17 ساله.